گاهی وقتا انگار مغزت دیگه جا نداره، نه برای فکر تازه، نه حتی برای نفس کشیدن. نشستی یه گوشه، همه چی دورته، اما انگار هیچی نیست. نمیدونی دقیقا خسته ای یا بی هدف. فقط میدونی که دیگه نمیکشی. نه انگیزه ای، نه ذوقی، نه حتی حساب اینکه با کسی حرف بزنی. کاملا بی حس. خیلی فکر میکنن خستگی یعنی زیاد کار کردن، ولی بعضی وقتا خسته ای چون چند ماه، شاید چند ساله داری با ذهن خودت میجنگی. با خودت کل کل میکنی، با آینده‌ای که نمیدونی قراره بیاد یا نه، با تصویری که از خودت تو ذهنت ساختی ولی هیچ وقت نشدی. همه ازت میپرسن چیکار میکنی، چه برنامه‌ای داری، و تو فقط لبخند میزنی و تفریح میری یا بحثو عوض میکنی، چون نمیخوای توضیح بدی که هیچی معلوم نیست. اون حس گیر افتادن وسط یه جاده بی تابلو رو میدونی، انگار باید بری ولی نمیدونی کجا. من یه سوال دارم، شاید تو هم بلد باشی. شاید الان تو همین لحظه تویی که داری این ویدیو رو میبینی دقیقا اون جایی که دیگه نمیخوای بجنگی. اما بذار یه چیزی بهت بگم، نه از سر انگیزه و مسخره بازی، بلکه از تجربه. آدم یهو درست نمیشه، یهو انرژی نمیگیره. قرار نیست امروز همه چی رو بدونی، قرار نیست همین الان بتونی با یه تصمیم همه چی رو عوض کنی. اما یه کار کوچیک، یه کار خیلی خیلی ساده میتونه اون حرکت اول باشه. مثلا فقط صبح زودتر بیدار بشی، یه بار موبایلتو بی دلیل بر نداری، فقط 10 دقیقه بدون هدف خاصی بری بیرون قدم بزنی. باور کن ذهن ما با همین کوچکترین کارا شروع میکنه به بازسازی، چون دوباره ثابت کردن چیز بزرگی نیست، دنبال حس کنترل دوباره است. تو لازم نیست یه دفعه قهرمان زندگی خودت شی، فقط کافیه یک قدم کوچیک برداری که نشون بده هنوز هستی، هنوز حواست به خودته. اگر الان سردرگمی، بی‌انگیزه‌ای و حس میکنی نمیتونی ادامه بدی، فقط بدون که تنها نیستی. خیلی ها اینجای مسیر بودن. قرار نیست همه چی همین امروز درست شه، قرار نیست همه جوابا رو بدونی، ولی اگه فقط ذره‌ای، حتی ذره‌ای باور کنی که یه راه هست، اون وقت ذهن شروع میکنه به جستجو. خودتو قضاوت نکن، نذار فشار بقیه تبدیل به صدای درونت شه. تو داری سعی میکنی و همین یعنی زندگی. پس فردا صبح که از خواب بیدار میشی، یه بار دیگه به خودت بگو من هنوز اینجام و هنوز میتونم شروع کنم.